تکبیر. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال عليه الصلاة والسلام: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وقال في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شد. خدا در انتظار حمد ما نیست. محمد چشم بر راه ثنا نیست. محمد حامد حمد خدا بس. خدا مدح آفرین مصطفی بس. محمد از تو می خواهیم خدا را. خدایا از تو حب مصطفی را. بلغ العلا بکماله کشف الدجا بجماله حسنت جمیع خصاله صلوا علیه و آله. صلوات و سلام. خالق فرصت ها، خالق نعمت ها رو متشکر و سپاسگزارم از این که پس از وقفه کوتاه به علت سرمای شدید زمستان و درس و مشغولیت های دیگر بار دیگر توفیق حضور در یک محفل قرآنی و جشن و سرور و شادمانی رو به بنده حقیر عنایت فرمود و امیدوارم همونطوری که در دور دوم شروع عروسی های اسلامی که امشب شما شاهد برگزاری این محفل باشکوه هستید و انشاءالله به زودی در چندین استان دیگر ایران اسلامی این مراسم ادامه پیدا خواهد کرد، الله ذوالجلال برکات و رحمات خودش رو سرازیر این محفل ایمانی بفرماید و همه ما را جزو مغفورین و بخشوده شدگان و درگاه خودش قرار بده انشاءالله. من به جد تبریک عرض می کنم خدمت برادر بزرگوارم شاهداماد عزیز ما جناب آقای احمد نارویی و پدر بزرگوارشون آقا محمد و خدمت خانواده آقای غلام صدیق باجیزهی پدر عروس خانم و خود عروس خانم و خانواده های محترم عروس و داماد و همه شما عزیزانی که در این جمع شرف و حضور دارید. من
هرگاه که در تاجرآباد و در منطقه مسکونی خود ما مراسم عروسی برگزار میشه، حال هوای خاصی به من دست میده و باور کنید هیچ جا چنین روحیه‌ای و چنین حالتی بر من طاری نمیشه. حالا علتش رو نمیدونم چی هست، خودمانی بودن، دوست داشتن، علاقه بیش از حد به مردم اینجاست. اینها اغراق نیست، تعریفم چاخانم نیست، اینو باور بکنید، خدا میداند. ولیکن قطعا شما در جریان هستید که الان ما در استانهای مختلف عروسی ها باید متعدد باشن، حداقل 5 عروسی باشن تا ما در اون عروسی شرکت کنیم. اما در منطقه خود ما این شرط وجود نداره. هر جوان تاجرآبادی اگر قرار باشه تک و تنها هم عروسی برقرار کند، نه تنها حاضرم با جان و دل متقبل بشم و حضور پیدا کنم، بلکه این قول رو به شما میدم که برای بهتر برگزار شدن جلسه حاضریم ما هم فرش زیر پای مهمانهای شما را جارو بکنیم. این یک واقعیتی است، چون که شما مردم به گردن ما حق دارید، جوانان شما و عزیزان شما و پیرمردا و ریش سفیدانی که اینجا حضور دارن. به هر حال خداوند به این جوان بزرگوار طول عمر با عزت عنایت بکند که در این منطقه بار دیگر این سنت نبوی رو احیا کرد و چون این جمع فرخنده و بزرگی رو تشکیل داد که از لحظات اول من شرمنده پدرها و پیرمردها هستم که نشستن و منتظر چنین مجلسی بودن و قطعا اینها نورهای معنوی چنین مجالس و محافلی هستند و عزیزانم هم سن و سالام و جوانان محترم و مکرمم، دلبندهای من که حرف من با اونهاست، کلام من با اونهاست، جوانهای تاجرآبادی سراپا گوش بشید که امشب میخوام با شما درد دل کنم. امشب اون چیزی که در دل دارم بگم و خودم رو تخلیه کنم، با هم درد دل کنیم. بیا ای هم نفس با هم بنالیم، من و تو کشته شأن جمالیم، دو حرفی بر مراد دل بگوییم، به پای خواجه چشمان را بمالیم. صلوات عنایت بفرمایید. اما سعی دارم که مجلس رو بسیار به درازا نکشم، چون که حق هر کس رو ضایع بکنم دوست ندارم حق آقا داماد رو ضایع کنم، اگرچه که ما زیاد پروایی به ضایع کردن حقم نداریم. میگن لطیفه ای از ابتدا بگم که عروسی هست، میگه یه روزی یک مولوی صاحبی رفت کنار یه باغی یکی از مقتدیاش، همیشه دندونش تیز کرده بود. این مقتدی بی انصاف هیچ زمان تعارفش نمی‌کرد، بفهمید باغی داریم ما، سیب داریم، بالاخره هلو داریم، اصلا گویا همچون مولوی نداره، پشترش هم نماز نمیخونه. البته این آقای صاحب باغ از تاجرآباد نبود، کار نداریم. مولوی صاحب گفت خودم برم دیگه، زد به در پررویی، رفت در باغ و گفت که نگفت جناب مقتدی بالاخره به من سیب بده یا من میخوام آمدم سیباتو بخورم، او هم اصلا تعارف نکرد. به هر حال رفت جلو و گفت که میخوام سیب بخرم. مقتدی که میفهمید مولوی پول بده نیست، گفت که حقیقتش اینه که من ترازو ندارم که سیب رو بکشم. مولوی صاحب گفت این خیلی راحته، اینم ترازو، 2 تا دستم 2 تا ترازوست، هر چی داری بکش، مشکل نیست. دوره برش نگاه کرد گفت خب سنگ ندارم. لنگ کفشش در آورد گفت از روزی که خریدم این 3 کیلو بوده، حالا بریز. مقتدی دید بابا این مولوی همه راه و چاه ها رو حفظه، با ملا طایفه هم که نمیشه در افتاد، با ملا طایفه هر که در افتاد ور افتاد. کار نداریم. گفت جدا، گفت بله این 3 کیلو است. حالا کفشش فکر نمی کنم 30 گرم هم بیشتر بوده باشه. اون دستی که بسیار قوت داشت برای سیبه ها گذاشت، اینو گذاشت تو دست چپش، کفشو گذاشت تو دست چپش، گفت بریز. حالا این بنده خدا هرچی میریخت این دست راستش بالا بود، این 3 کیلو به اصطلاح پایین بود. ریخ یک 10-15 کیلو ریخ. گفت 3 کیلو نشد هنوز؟ گفت نه نشده، اگر میشد این ترازو میامد بالا.
ریخ یک 20 کیلو 30 کیلو، گفت هنوز نشده، گفت نه نشده بریز. بعد ریخ دیگه رنگش سرخ شد، دید نمیشه دیگه، تحمل نداره، هی دست آورد بالا، هی دست آورد بالا، حدود 40 کیلو که ریخ، گفت دیگه نریزی گردنم بسته میشه. حالا من میخوام که خدای نکنه امشب گردن من به خاطر آقا داماد بسته نشه، ولی همون 30 کیلو به خاطرتون جمع باشه. صلوات دیگه عنایت بفرمایید. خب خندیدید، اما حالا لحظه تصفیه حسابه. دقایقی که در خدمت شما سروران عزیز هستم، سعی کنن عزیزان حواس رو پرت نکنن که خیلی حواس من زود پرت میشه. پیرامون پدیده شوم دوستی‌های پنهانی و ارتباط‌های نامشروع و به اصطلاح امروزی دوست پسر و دوست دختر هاست. متاسفانه یکی از خطرهای بزرگ و خانمانسوزی که جوامع بزرگ و کوچک ما را تهدید می کند، دوستی‌های پنهانی، ارتباطات نامشروع، رد و بدل‌های نامه‌های عاشقانه، تلفن‌های مخفی و به اصطلاح امروزی مکالمه‌های عاشقانه است. آری، دوستی‌های پنهانی و غیر شرعی متاسفانه چنان روند روبرشتی پیدا کرده و به خود گرفته که متاسفانه در عصر حاضر به عنوان مایه افتخار و مباهات به شمار می آید. متاسفانه این تراژدی بزرگ و فاجعه عظیم به حدی زیاد شده که بسیاری از والدین با چشم خودشان متوجه ارتباطات نامشروع پسران و دختران جوان و خودشون با افراد نامحرمن، اما خیال اونها نمیاد و حتی خم به ابرو نمیارن، بلکه متاسفانه مد شده و این جریان به حدی بالا رفته که بسیاری از افراد ذی وجهه و با شرافت و با آبرو در جامعه ما دچار چنین مشکلاتی شدن که وقتی انسان اون تراژدی ها و فجایع رو میشنود عرق بر جبین میشود و از خجالت و شرم نمیداند چه کاری انجام بدهد. سروران عزیز، حقا که اگر ما جلوی این گونه مسائل رو نگیریم و در نطفه خفه نکنیم و هنوز این درد زیاد مصری نشده در اونجا درمان و علاجش نکنیم، مطمئن باشیم که جامعه ما هم به یغما و هلاکت و فلاکت نزدیک خواهد شد. اینو نمیدونم، انشاءالله که تو جامعه ما کمتر باشه. انگیزه من از این صحبت تلفن‌های مکرر و مرتب بسیاری از خواهرانی که به خدا قسم ناخواسته و با جهالت کامل متاسفانه در این دره هولاک واقع شدند انگیزه داد که من این صحبت رو امشب اینجا مطرح بکنم که شاید انشاءالله این صحبتم به جاهای دیگرم منعکس بشه و عزیزانم، برادرانم، جوانانم، خواهرانم بفهمن و متوجه بشن و مبادا نفهمیده و نسنجیده دست دراز بکنن به طرف هر گرگی و نهایتاً کاش این گرگ فقط لباسش را، بدنش رو پاره پاره میکرد. گرگ هایی که دین و ایمان و عفت و حیا و شرم و وقار و حرمت را به یغما میبرند و به تاراج میکشند. از کجا بگم؟ شاید گفتن این مسائل به صلاح نباشد، ولیکن بسیاری از خواهران زنگ زدن، خودشون تقاضا کردن فلانی تو رو خدا این صحبت رو بکن، بگید من به این بلا گرفتار شدم دیگران گرفتار نشن. در یکی از اون مواردی که خواهر خانمی زنگ زد، بعضی از عزیزانم که حاضر در جلسه هست تشریف داشتن، من تلفن رو آیفون زدم بشنون و شهادت بدن. یکی از اونها رو جناب حافظ صاحب بوده. دختر خانومی زنگ زد، گفت بابا فلانی به مجرد این که گوشی رو برداشت زد زیر گریه، چنان گریه و افتقان میزد. گفتم چی شده خواهرم؟ بگو زودتر خودتو خلاص کن. گفت من دختری بودم پاک عفیف در خانه اسلامی و در خانواده مسلمان به دنیا آمدم، تا به حال بیرون نرفته بودم، گوشه چادرمو کسی ندیده بود. تلفنی زنگ زد، گوشی رو برداشتم، گفتم کیه؟ گفت منزل فلانی. گفتم اشتباه گرفتید. گوشی رو گذاشتم. 2 مرتبه زنگ زد، مزاحمی. این تلفن‌های مزاحمی بسیار خطرناکه. برداشتم گفتم اشتباه گرفتید،
مرتب زنگ میزد تا اینکه باب سخن رو با من آغاز کرد و ابتدا طرح دوستی ریخت که تو هنوز ازدواج نکردی، منم جوونم مجردم، دوست داریم با هم ازدواج کنیم. دخترها خیلی ساده ان، خیلی زود گول میخورن. تا یکی میگه دوست دارم فکر میچی شده میخوان هست و نیستشو به پاش بریزن. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دستی نباید داد دست. ای فغان از یار ناجنس، ای فغان هم نشین نیک جویید ای مهان. دور شو از اختلاط یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند، بر جان و بر ایمان. میگه گفتم نمیتونم، بابا و مامانم بستگی داره با کی تصمیم بگیره من ازدواج کنم. گفت بابا پدر و مادرت خوابن، به فکرت نیستن، تو خودت باید به فکرت باشی، تو خودت باید سرنوشت تو رقم بزنی، تو خودت باید تو عرصه زندگی تصمیم بگیری. پدر و مادر تو عشق خودشونن، تو زندگی خودشونن، به فکر پسراشونن، به فکر تو دختر نیستن که فردا موهات مثل دندونات سفید بشه و هیچ کس در خونت نزنه و بعد دنبال این ملا و اون ملا بیفتی و تعویض بخت باز کن بگیری. میگه حرفای این جوان دلم رو بود. گفتم راست میگی. صحبت ها تلفنی شروع شد، نامه ها رد و بدل شد، سپس قرار ملاقات ها به پارک ها که محلی شده برای دختران فراری و پسران قراری، پارک هایی که محلی شده برای فساد بنگاه. متاسفانه مسائل غیر اخلاقی و دینی فضای سبز رو به فضای جهنمی تبدیل کردن. که یکی از دوستانم تعریف میکرد، یکی از علما اسمشو نمیخوام ببرم، میگفت رفتم توی یک شهرستانی مهمان بودیم، میزبانمون نبود، تو پارک رفتیم برای وضو و نماز. خانومم میگه وقتی رفتم تو وضو خونه دیدم که یک دختر خانومی یه همه وسایل آرایش تو کیفش، تو دستشویی داره به خودش ماتیک میزنه و سرخاب میزنه و به اصطلاح فرم روش موشو عوض میکنه. گفتم خواهر اینجا شوهرت میخواد بیاد تو وضوخانه، تو دستشویی که تو داری اینجا ماتیک میزنی خودتو. ما شنیده بودیم که خانومها باید تو اتاق خواب و برای شوهر خودشونو آرایش کنن، تو آمدی تو دستشویی وضوخانه. گفت نه، قرار دوست پسرم بیاد، من تو خونه جرأت نمی کنم مبادا بابام بفهمه، میام اینجا ماتیک و سرخاب میزنم و برای دوست پسرم خودم آماده میکنم. واویلاست، های پدر بهت بر نخوره، به من بر نخوره، منم پسر دارم، منم دختر دارم، شما هم پسر و دختر داری. اون دختر خانم گفت که قرار گذاشتیم تو پارک، مرتب رفت و آمد، با هم دیگر عکس گرفتیم، گفتن قرار با هم زن و مرد بشیم. بالاخره خلوت ها انجام شد که ناگهان من رو به عمل منافی عفت یعنی به زنا دعوت کرد. گفتم این دیگه نه، برو گم شو. تو اگر قرار دست به این بزنی باید عقد اسلامی و ازدواج اسلامی صورت بگیره، وگرنه من حاضر نیستم. پدرم حاجیه، مکه رفته، مادرم تهجدش قضا نمیشه، خودم تلاوت قرآن میکردم و تا امروز پسر عموم منو ندیده، چطور من بیام با تو زنا بکنم؟ گفت نمی کنی اشکالی نداره، عکساتو تو دنیا پخش میکنم، تو موبایلم فیلم تو گرفتم بلوتوث میکنم، تو دنیا آبروت بره. آی برادر، آی خواهر، آی مادر، این جوان پیامشو، این دختر پیامشو داره میرسونه به تو و به من. میگه هر چه کردم که نکن، بگذار عقد بخونیم، ازدواج بکنیم، حلالت بشم. گفت بابا چه فرقی میکنه، قرار ما پس فردا 1 ماه بعد عروسی بکنیم، همین الان این کار رو انجام میدیم، مشکلی نیست. هر چه زور زدم تهدیدم کرد که آبروت میبرم، به خاطر آبروام و اعتمادم که بهش داشتم قسم خورد، با من زنا کرد و سپس حیثیت و عفت منو لکه‌دار کرد و گذاشت و رفت. بعدش زنگ زدم که های جوان بیا، چرا تنها گذاشتی؟ حالا که بزرگترین سرمایه دولت وجودم آوردی، چرا منو گذاشتی؟ من آبرو داشتم. گفت برو گم شو، تو اگه آبرو داشتی باید دبی پسر نامحرم رفت و آمد نمی کردی و به این بلا گرفتار نمی شدی.
این خواهر ماست، این دختر ماست، این از جامعه ماست. چرا امروز داریم به طور گول نفهمی خود ما رو میخوریم و گول سادگی؟ المؤمن و غر کریم، مؤمن و مسلمان ساده است. این پیام رو به همه خواهران و دختران برسونید. مبادا گول چنین افراد بخوره. یکی دیگه از استان دوردست زنگ زد، خدا گواهه که اگر این دروغ باشه زبانم از کامم در بیاد. میگفت پسر عموم به من جنایت کرد، زن داشت ولی با من پیشنهاد ازدواج داد، رفت و آمد و نهایتاً کاری که نمیخواست انجام بگیره انجام گرفت و الان مثل دستمال کاغذی منو انداخت گوشه خیابون. چه کار کنم؟ گفتم خواهرم چرا اول زنگ نزنی مشوره بکنی؟ برو بالا از پسر عمو فراتر که این قضیه رو جناب حافظ شاهده که دختر خانمی زنگ زد گفت فلانی موبایل خیرشاهی رو گرفتم. گفتم درسته، زد زیر گریه. خودشون خواسته من صحبت بکنم، قرار نیست راز هر کس فاش بکنم. گفت نجاتم بده، کمکم کن. گفتم چیه خواهرم؟ گفت از دست برادرم نمیتونم تو خونه تنها باشم، تا تنها میشم برادرم به من قصد سو داره. امت رسول الله به کجا رسیده؟ یا رسول الله، اگر امروز تو بیایی و بخوای امتت شناسایی بکنی هرگز نخواهی شناخت. امتی که تا دیروز پاک، صاف، ایمانی، روحانی، قرآنی، دینی، امروز اینقدر پس شدن که حتی به نزدیکترین افرادشون چرا فیلم های مبتذل و سوپر و سیکس رو میبینن، هیجانی و شهوتی میشن، اصلا حالشون نیست. گفتم خواهرم مواظب باش، چرا به کسی نمیگی؟ گفت از ترس آبروم میترسم آبروم بره. چرا ازدواج نمی کنی؟ گفت نامزد دارم ولی برادرم اینقدر پسته که امروز ظهر که تنها بودم ناگهان داخل خانه آمد و به سر و کلم پرید و تا زمانی که کار خلاف عفت و انجام نداد رهایم نکرد. اون موقع با انتظار داریم که چرا فلسطین زنان مسلمان زیر بمباران‌های شیمیایی و اتمی اسرائیلی ها له میشن؟ چرا دعای مسلمان ها قبول نمیشه؟ چرا دعاها بالا نمیره؟ به خاطر این فاسد اجتماعی است. جوون مکنید، آی جوون تاجرآباد، زلزله بیاد همه ما رو ببلعه. با این همه مفاسد باور کنید اینقدر از این تلفن ها هست که مجبورم کرد که بالاخره بیام تو عرصه و از این مسئله بزرگ و این فاجعه و تراژدی عظیم پرده بردارم، بلکه شاید این صدام به داخل خانه ها به خواهرای نوجوانم برسه، به پسرای نوجوان برسه، به پدرها برسه که مواظب باشید، مواظب پسرها و دختران جوانتون باشید. روزنامه خراسان نوشته بود که یه دختر خانومی میاد با یک آقای دوست پسر میشه، دوست دختر و دوست پسر به اصطلاح، با همدیگر میرن قرار ازدواج میذارن، پشت سرش بعد از چند روزی زنگ میزنه همون مرده به خانواده دختره. روزنامه خراسان همین ماه گذشته زنگ میزنه که آقا یا 20 میلیون تومان بیار و یا این که فیلم مبتذلی که از خواهرت پر کردم توی تمام موبایل ها بلوتوث میکنم. این موبایل ها یک ابزار اهریمنی شده متاسفانه که امروز در جهت خلاف مسائل شرعی داره استفاده میشه و امروز کمتر کسی است که از این ابزار و از این اهرم استفاده صحیح و بهینه بکنه. مواظب باشید در عروسی های غیر اسلامی فیلم برداری میکنن از رقص دختران مسلمان، دختر نمازگزار
بعدش تهدیدش میکنه به زنا و بقیه مسائل، وگرنه مسائل تو را به همه دنیا میفرستم. امروز قرآن عظیم الشان آیه که اول خوندم این مسئله رو پیش بینی کرده که ظهر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. فساد در دنیا عام میشه، در دریا و خشکی عام شده به خاطر این که اعمال مردم اینطوری است. جوان عزیز، بیار دل رو به دل من بچسبون، دست بذار تا هم دیگر بیاییم امروز یه قول بدیم، امشب یه قول بدیم، یه حرکت، یه جرقه، یه استارت، یه موج جدید برای تبلور ایمان و یقین در دلها. صلوات غرای نایب بفرمایید. من در صحبت مختصر امشب خودم انشاءالله 3 مورد رو میخوام بحث کنم. 1 عوامل به وجود آمدن این پدیده شوم، 2 پیامدهای اون، 3 راههای علاجش که اگر وقت بشه انشاءالله چه دلایلی و عواملی باعث میشه که دختران و پسران ما به این منجلاب بدبختی گیر بیفتن. برادران خوب گوش بدید، عزیزان خوب گوش بدید، جوونا توجه کنید، عوامل رو بشناسید تا بتونیم علاج بکنیم. اولین عامل، نخستین انگیزه، عدم تقوا و ایمان و خداشناسی. واقعیت جوانی که به خدا ایمان نداره، جوانی که طوق بندگی الله رو از گردن انداخته، جوانی که تقوا نداره، جوانی که خدا رو نمیشناسه، جوانی که نمیدونه از کجا آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم آخر ننمایی وطنم. این جوانی که خداش نعوذ بالله شیطان شده و نفس تسلیم شیطان شده. قرآن عظیم الشان میفرماید من اتبع نفسه هواه ارأیت من اتبع الهه هواه. آیا دیدی کسی که خداشو هواشو قرار بده؟ جالبه ها، هوا خدا قرار میگیره، شیطان خدا قرار میگیره. و اگر کسی بنده شیطان بشه 2 مرتبه بنده رحمان نخواهد شد. به قول حضرت سعدی چه زیبا میفرماید دلا هر که محکوم شیطان بود، شب و روز و در بند عصیان بود. کسی را که شیطان بود پیشوا، کجا باز و گردد به راه خدا. واقعا همینطوره. دلا عزم عصیان مکن زینهار، که رحمت کند بر تو پروردگار. اگر بر نتابد ز عصیان دلت، بود اسفل السافلین منزلت. مکن خانه زندگانی خراب، به سیلاب فعل بد و ناصواب. مکن نفس اماره را پیروی، که ناگه گرفتار دوزخ شوی. اگر دور باشی ز فسق و فجور، نباشی ز گلزار فردوس دور. هر که محکوم شیطان بود، تسلیم شیطان باشه، شب و روز در بند عصیان بود. کسی را که شیطان بود پیشوا، کجا بازگردد به راه خدا؟ کسی که شیطان خداش باشه، قرآن عظیم الشان همینو میگه که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان. آیا من از شما عهد نگرفتم جوون که شیطان رو عبادت نکنی؟ خدا رو عبادت کنی؟ به درگاه خدا بیای، شیطان رو ول و رها بکنی. شیطانی که اگر در وجود ما احیا بشه، میاد جوان رو از تو محراب و مسجد میکشونه به درک اسفل وارد میکنه. شیطانی که بلعم با اورا قصهش تو قرآن شنیدید که وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشیطان فکان من الغاوین. بلعم با اورا در زمان حضرت موسی مستجاب الدعوه بود، هر دعایی مطرح میکرد غیر ممکن بود که رد بشه. چند صد سال خدا رو عبادت کرده بود،
هر خواسته ای که از خدا میخواست قبل از اینکه دستاش بیاد پایین فرج و ظفر و کمک و مدد و نصرت خدای متعال به سراغش میآمد. موسی میخواست حمله بکنه به طرف عمالقه غالبا یا قوم دیگر، اونها متوجه شدن گفتن بریم پیش بلعم باورا دعا بکنه. بلعم باورا گفت من دعا بکنم بر علیه موسی، بر علیه پیامبر خدا؟ نه هرگز این کارو نمی کنم. گفت متوسل بشیم به زنش. زن اگر بد بشه چی میشه؟ آمد بلعم باورا رو تهدید کرد، آبروتو میبرم، حیثیتو زیر سوال میبرم، میذارم میرم، وگرنه اگر اینها کار آمد نبود میکشمت. هرچه گفت ای زن چه کار داری میکنی؟ چرا پیروی شیطانو میکنی؟ چرا با موسی میخوای در بیفتی؟ با خدا میخوای در بیفتی و بعد منو میخوای با خدا درآویز بکنی؟ گفت تنها راهش همینه، من پول گرفتم از مردم و باید خواستشو اجابت کنم. مجبور شد. تهدید، تشویق، ارعاب، تهدید، همه اینها کار آمده. آمد مجبور شد. گفت به زبان میگم ولی ته دل خدایا نمیگم. ته دلم که مال توست، ولی به زبان به خاطر خلق رو راضی بکنم مجبورم بگم. آمد سر رو به سجده گذاشت، گفت خدایا عذاب خودتو بر موسی بفرست که نیاد، ولی زبانی میگم نه تو دل. سر رو که از سجده برداشت همه دیدن، وحشت زده شدن. دید بلعم باورای عابد تبدیل به بوزینه‌ای شده است. گریه کرد، زجه زد، دیگه فایده ای نداشت. قرآن میگه وتلو علیهم، بر امت محمد بگو، تلاوت کن، نبع الذی آتیناه آیاتنا، خبر اون کسی که ما بهش آیات خود ما رو داده بودیم. فانسلخ منها فاتبعه الشیطان، دنبال شیطان افتاد و پیروی کرد از شیطان. فکان من الغاوین، بدبخت رو سیاه شد. های جوان مبادا شیطان ها یه نفر نیست، شیطان های جنی و انسی. امروز شیطان زیاد شده. امروز این موبایل اگر استفاده درست نشه یه شیطونک تو جیبته. این موبایل ها و بلوتوث ها اگر استفاده رحمانی بشه که نه. این میکروفون میتونه آله شیطان بشه اگر در اختیار موسیقی ها میبود. و امروز این جوان ما احمد جان امشب اینجا رقاصه می آورد، هرگز چون این جمعیتی که بیرون و داخل همه ایستادن وجود نداشت و این همه پدر و پیرمرد و عالم و بزرگ و کوچک. سروران عزیز، جوانان محترم، اولین عامل بی ایمانیست و بی دینیست و عدم تقواست. ولی کسی که دین داشته باشه و خدا رو بشناسه، وقتی که گناه میاد، وقتی که دعوتش میکنن به سوی زنا، به سوی بی حجابی و بد حجابی، ایمان میاد جلوی چشماش وای میسته که جوان دست از پا خطا نکن، پدر دست از پا خطا نکن، دختر مواظب باش. و حتی در بسیاری از مواضع خدا دستشو میگیره و میگه نرو. خدا دستشو میگیره. اون زمانیست که دست خدایی بشه، پای خدایی بشه، چشم خدایی بشه، قلبت خدایی بشه و خدا تو وجودت تبلور بکنه. و اون زمانیست که بی ایمانی رو دور بریزیم. باز بر رفته و آینده نظر باید کرد، هل برخیز که اندیشه دگر باید کرد. پیر ما گفت جهان بر روشی محکم نیست، از خوش و ناخوش او قطع نظر باید کرد. گفتمش در دل من لات و منات است بسی، گفت این بود کد رازی رو زبر باید کرد. که تو اگر ترک جهان کرده سر او داری، پس نخستین ز سر خیش گذر باید کرد. همه چیزو بریز. خدا تو قلب انسان معصیتکار، قلبی که مملو از گناهست نمیاد. جوان عزیز قلبتو پاک کن. در بنی اسرائیل میگن یک جوانی بود، یک دختر خانمی بود، خودشو به حراج گذاشته بود، حیثیت و شرف و وجدانشو اصلا اعلامیه زده بود. یک زنا 2000 درهم. مردم می آمدن تابلو رو می خوندن، می رفتن ویزیت می گرفتن برای زنا. یک جوان مسلمونی آمد دید که این تابلو زده است،
اینو برگرفت رفت تو رفت. اینو میخوام بگم، انسان خطاکار، اصحاب رسول الله هم گناه کردن، نمیگیم کسی گناه نکرده، ولیکن مهم اینه که وقتی دست میخوام بگم ایمانی باشه و خدایی باشه چی میشه. جوانو جذب کرد زیبایی و جمال و آرایش 70 قلمه این دختره. ابروهاشو برداشته بود، پشت چشماشو مثل چشمای قورباغه سبز کرده و تمام لبشو قرمز کرده. نه تنها ماتیک رب و گرج فرنگی زده به همه وجودش که جذب کنه به اصطلاح، و از اون طرف موهاشو هم شاخ کرده که هر کس رو ببینه شاخ بزنه بیاره تو. این جوانو هم رفت تو قلبش و بر دولت قلبش حکومت کرد، اینو کشید تو، درها رو بست، پرده ها رو انداخت پایین، گفت هی تلک آماده شدم برات. حالا میخوام بگم که خدا وقتی بخواد دست انسان رو بگیره، خدایا امشب اومدیم یه چیزو میخوایم و اون این که خدا به برکت این جمع مبارک دست و اعضای منو و همه این جمع ایمانی بگردان. خدایا این جوان‌ها امشب اومدن تا وجودشون ایمانی بشه، وجودشون خدایی بشه، چشمشون قلبشون اعضا و جوارحشون خدایی بشه. این دل بیقرار من عاشق و مبتلای تو، دیده باطن مرا سرمز خاک پای تو. عمر نموده ایم تبه، نامه نموده ایم سیاه، نیست ما را به جز گناه چشم ما و عطای تو. خدایا تو رحم کن. این جوان لباسو در آورد، دخترم لباسو در آورد، نزدیک بود که عمل زنا رو انجام بده که ناگهان الله ذوالجلال دو تا دست بلا کیفشو دراز کرد و قلبشو کشید بالا. کجا داری میری؟ چه کار میخوای بکنی؟ مگر نمیبینی که من الله هستم؟ یهو بلند شد، لباس پوشید، گفت چرا عجله میکنی؟ کسی نیست. گفت چرا؟ یه نفر دیگه هست، اونو اول بیرون کن بعد زنا رو انجام میدم. دختره یه چرخی زد، تو تاقچه ها رو گشت، تو کمدو گشت، آقا کسی نیست، کسی وجود نداره تو این خانه غیر از من و تو. گفت ای پس فطرت، چطور نمیبینی؟ گفت چیزی نیست. گفت درختها رو نمیبینی که تکون میخوره؟ گفت باده. گفت دنیا رو نمیبینی که روشنه؟ گفت خورشیده. گفت چطور حرکت بادو میبینی و نور خورشیدو میبینی اما نور خدا رو نمیبینی؟ دست پاش به لرزه افتاد، زد از خانه بیرون و سپس دعا کرد برای اون دختر و سپس لهجه مردی که دارد بوی دوست امتی را میکشد تا کوی دوست. اون دختر یک لحظه با خودش گفت اینو ببین، تو عمرش گناه نکرده ولی چقدر از خدا میترسه. خدایا من کور بودم، چشم داشتم ولی کور بودم، گوش داشتم ولی کر بودم، زبان داشتم ولی لال بودم، قلب داشتم ولی سیاه و زنگار بوده.